آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. بینندگان پروگرام دریچه نور، هموطنان عزیز افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولتر از همه صحت سلامتی بینندگان و هموطنان عزیز خود را که در هر گوشه دنیا زندگی میکنن از بارگاه خداوند آرزو دارم. امروز شنبه 3 ماه می ساعت 2:30 بعد از ظهر کالیفرنیای امریکا، مطابق 13 ماه سور سال 1404 هجری شمسی، مصادف با 5 ماه مبارک ذوالقعده می باشه که انشالله مدت 2 ساعت به خدمت دین، وطن و ملت خود هستم. پروگرام امروز با تلاوت قرآن عظیم‌شان شروع می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. سوره مبارک کوثر یا انا اعطینای شریف در مکه معظمه نازل شده، در سپاره آخر قرآن عظیم‌شان قرار داره و 3 آیت است. دلیلی که امروز ما این سوره مبارک انتخاب کردم برای شما ترجمه و تفسیر میشه، به خاطر عزیز که این ماه 5 ذوالقعده است و انشالله به توکل خدا که روز جمعه 6 جون روز عید سعید قربان است، یعنی پنجشنبه 5 ماه جون روز مبارک عرفه است و روز جمعه 6 جون انشالله روز عید قربان است که یعنی 2 ذوالحجه است. این به خاطر از این من یادآوری میکنم که ما شما هر وقت یک موسمی که میشه پیش از پیش یادآوری میشه، همه معلوماتی که جمع آوری میشه و شما تقدیم میشه. ترجمه سوره مبارک است که خداوند پاک میفرماید انا اعطیناک الکوثر، میگه آراینا دادیم تو را کوثر، فصل لربک وانحر، پس نماز گذار برای رب خویش و قربانی کن. ان شانئک هو الابتر. آراینا دشمن توست امان دم بریده، یعنی نواقصی که داره. خود کوثر به معنای خیر زیاد و نیکویی است و همچنان کوثر خودش یک حوضی است در آخرت و در جنت است که ما شما در غیب تال را ندیدیم. حوضی است که در اونجا مسلمان ها خصوصا امت حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم از او آب از او مستفید میشن، سیراب میشن که دیگه او
پیش خداوند است که چه قسم آب است و چه قسم پروسیجر است. ما و شما همه قد چیزی که در تفسیر شریف و ترجمه میخوانیم همه قصد که میگه حوض کوثر در قیامت همه را امت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها را سیراب میکنه و خداوند متعال جل جلاله این خودش یک مهربانی است. و همچنان زیادتر دیگه که محصر ازی آیه گپ میزنو میست که فصل ربک وانحر، میگه پس نماز گذار برای رب خیش و قربانی کن. زیادتر هدف ما امروز همو قربانی است. یعنی بزرگترین عبادات که بدنی و روحی است این نماز است که آدم بدنی و روحی میکنه. و در عبادات مالی یکیش چی است؟ قربانی است که اهمیت بسیار زیاد خاص داره. یعنی قربانی از این آیه مبارک معلوم میشه که کسایی که استطاعتش داره و میتونه سرش واجب است. و این ایام بسیار یک ایام مبارک است. 4 ماه در قرآن عظیمشان که بعد از ماه مبارک رمضان بسیار پیش خداوند فضیلت داره و قدر و عزت داره. او عبارت از کدام ماه است؟ او عبارت از ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب است که ما و شما در یک ماه بسیار مقدس فعلا قرار داریم. و این ماه یکی از بزرگترین ماهایی است که در این ماه بسیار زیاد ما و شما کوشش کنیم که خیر و ثواب زیر زیادتر بگیریم، خصوصا 10 آخر از این ماه که چقدر ثواب داره، خواندن نوافل قرآن عظیمشان، این فرائض ادا کردنش، هر کار را که آدم در این ماه مبارک میکنه پیش خداوند بسیار زیاد اجر و ثوابش زیادتر است. یعنی فعلا ما شما بسیار در یک ماه بسیار مبارک قرار داریم. ببینید ما شما از یک عبادت خلاص میشیم در یک عبادت دیگه میریم. ماه مبارک رمضان بخیر خلاص شد با کمکایی که در ماه مبارک رمضان کرده بودین الحمدلله بسیارش نشان دادیم، هنوزم مانده یک اندازه. اما چون موسم عجز فعلا موسم قربانی است، حال بهتر است که از قربانی یا گپ بزنیم، از فضایلش، از ثوابش که چقدر ثواب داره. و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه که در این ایام عید سعید قربان میگه که از قربانی که هیچ عمل پیش خداوند معتبرتر نیست. یعنی افضل ترین عمل در همین عید قربان چی است؟ همو عجز و قربانی است. کسایی که میتونه و این کسایی که مثلا خدا بخواه عجز میرن خداوند عجزشان قبول کنه. همون کسایی که میتونن استطاعتش دارن، یعنی موضوع مالیشان تقاضا میکنه که برن بیاین بخیر، این کلان یک نعمت است. کسایی که نمیتونن رفته، مشکلات دارن اقتصادی و باز میتونن اگر امکاناتش باشه چی کنن؟ قربانی خدا کنن. قربانی یکی از عبادت های بسیار بسیار پر فیض و برکت است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که قربانی میکنه یکی ثواب میگیره که حتی همون پشمی که در حیوان میباشه به هر ذره زمو انسان چیش میگیره؟ ثوابش میگیره و اجرش میگیره که چقدر پیش خداوند ثواب داره. و خود قربانی بسیار یک فلسفه کلان داره. ببینید که خداوند متعال انسانها را، حتی پیغمبرای خدا که چقدر دوست داره، خودش انتخاب کرده، خودش میفهمه که چقدر خوب آدم است، اما بعد امتحانش میکنه. مثلا ببینید که فلسفه و همی موضوع قربانی از کجا شروع شد. همون خواب که حضرت ابراهیم علیه السلام دید، چندین دفعه خداوند یه خواب دید، چندین دفعه خداوند برش گفت برو، گفت بچه تا قربانی کو درای خدا. که وام چند بچه داشت، اما بیترینش و
پر محبت ترینش که پیش خود ابراهیم علیه السلام پیشش بسیار نزدیک بود و بسیار او را دوست داشت، اسماعیل علیه السلام بود. گفت نه نمی بچه تا ببر. خب این بچه را ببینین که برد با حکم خداوند. اما در اونجا دیدین که خداوند چه یک معجزه را نشان داد، چه یک امتحان کرد حضرت ابراهیم علیه السلام. همه کارام خلاص شد، پای دست اسماعیل علیه السلام بیچاره بسته شد، انداخته شد بر روی قبله که بخیر قربانی شود. حتی کار دقیقه تیز کرده بود که یک دفعه کش کنه و که دیگه بازم چیش نبینه. امو غالمغالش و به اصطلاح چی میگن، امو شد زدن یایش نبینه و امو حکم خدا به جایش. اما اونمو کار ده خداوند متعال برش حمر کرد. گفت اوش کنی که اسماعیل علیه السلام اوش کنی که با خبر باشی که خونش نریزونی. سبحان الله. مثل که خداوند متعال جل جلاله همین چیز با آب امر کرد. وقتی که فرعون آمد و موسی علیه السلام در دریای نیل آمد، برش امر کرد. گفت با خبر باشی که فرعون غرق میشه و موسی علیه السلام اوش کنی غرض نگیری. سبحان الله. یا حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود در آتش انداخت، خداوند سرش امر کرد، گفت اوش کنی که چی نکنی. آتش گفت اوش کنی که ابراهیم نسوزانی. یعنی مثل که حضرت یوسف علیه السلام وقتی که کل دروازه را برش بند کرد، کل گپا خلاص شد، چندین دروازه را زلیخا برش بند کرد که گریخته نتونه. اما همون دروازه بند که خداوند امر کرد، هر کدام از خودش اتومات وره باز شده میرفت. این معنی از گپی است که خداوند متعال جل جلاله تمام بنده های خدا، چی پیغمبر باشه و چی مردم عادی باشه و اولیاء الله باشه، هر کس که باشه خداوند رو چی میکنه؟ امتحان میکنه. و ما شما در امتحان خداوند قرار داریم. مثل اینکه که خداوند میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. میگه تمام انسان و هر کسی که هستی میگه در زیان هستی، مگر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسایی که ایمان آورده و کارهای صالح کرده. سبحان الله. کل ما شما در یک امتحان هستیم. هر کدام ما ببینین حضرت ایوب علیه السلام خداوند چه قسم امتحان کرد، چه قسم میره مریض ساخت، در جان مبارک کرم مبرامد، اما باز هم دعا میکرد، باز هم با خداوند رجوع میکرد. یا حضرت یعقوب علیه السلام ببینین که حضرت اسماعیل علیه السلام وقتی که در چاه بردنش و ای گم شد، چندین سال ای چقدر زجر دید، حتی چشمکایش کور شد، اما باز هم امیدش از خداوند قطع نشد و هم دعای خدا ادامه میداد. یعنی دعا یکی از بیترین عبادات است. مغز عبادت دعا است. دعا که باشه دیگه همه چیز میشه. معنی عزیز که ما شما باید ناامید نباشیم. هر مشکلی که سر ما میبینی، سر پیغمبرها چی مشکلات آمد، هر مشکلی که سر ما میآید با خداوند رجوع کنیم و با خداوند عذرگزاری کنیم و دعا کنیم. دعا انسان قبول میشه. خب او یا دیر یا زیاد او عواقبش برای خودش معلوم است. غیب ما شما نمیفهمیم، غیب پیش خداوند است. بسیاری چیزایی است که و عسى تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى تکرهوا شر و هو، میگه بعضی چیزایی است که شما او را میبینین که خیرتان است، میگه با شرتان است. چیزایی که خیرتان است میگه با شرتان است. یعنی این چیزها را باید ما شما چی کنیم؟ بسیار زیاد متوجه باشیم. متوجه به خاطر ازی باشیم که غیب ما شما نمیفهمیم. حتی پیغمبرها غیب نمیفهمن. مثلا حضرت موسی علیه السلام ببینین با خضر علیه السلام رفت بسیار کارا کرد خضر علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام حال به حالش برآمد که چرا
کشتی را غار کردی، چرا بچه را کشتی، چرا دیوال راست کردی، یورو اتک کردی، یورت کردی. آخر خضر علیه السلام داخل برش گفت که کلش از طرف خداوند بود، برای ما امر شده بود دیگه. تو غیب نمیفهمی. معنای عزیز که انسان باید از خداوند چی نشه؟ ناامید نشه. خب موضوع سر خود امی قربانی بود که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه هیچ عمل بزرگتر از قربانی در روز عید قربان نیست پیش خداوند دیگه. کس که میتونه دیگه خوشا بالش قربانی کنه. از ما به خاطر که یک ماه مانده دیگه، به خاطر که می پروسیجر خود قربانی پروسیجر بسیار زیاد چیز دوامدار است. معنی عزیز که آسان نیست. این پیسه از طرف شما روان میشه، باز بادزی با کابل روان میشه، باز کسایی که خانه شابات راسن روان میکنه از طریق قواله، بازی از نقاش خریداری میشه، از نقاش که پس خریداری میشه یا یک جای گرفته میشه ای نگهداری میشه، باز نفر گرفته میشه ای او میته کا میته، باز در روزای اید در 3 روزش در جای مختلف موتر گرفته میشه، به اصطلاح لاری بازی را این موترها میاره در جایی که قربانی میشه. در اینجا باز قصابا باید گرفته شود، مردم خبر شود. یک عالم کار است، یک عالم کار است. ما برای تشویق شما و برای امی ثواب ازی که چقدر ثواب داره، چقدر مردم خوش میشه، یک فیلم سابقه را براتون نشان میتم که یک فیلم است که مثلا خودم ما که هر وقت میرفتم بازده عید قربان، حتی ما یادم است که یک روز در شاروالی همین کسایی که کوچه را پاک میکنن بسیار بیچاره مسکین مظلوم بی وضاحت هستن، یک روز یادم است که از صبح 6 بجه تا 9 بجه شب ما 3000 نفر الحمدلله طرف شما گوشت دادیم. این تاریخ افغانستان هم شاروال بر ما گفت ما بدر در تاریخ می قسم ندیدیم که همی 3000 نفر کس گوشت بده، مگر می از طرف شما الحمدلله شد. و ایره ما به تشویق قربانی بر شما نشان میتم. خوب است که ما شما همیشه هر کار را که میکنیم پیش از پیش سر امو فلسفه و احکامش گپ بزنیم، سر ثوابش گپ بزنیم، سر وقتش گپ بزنیم. کس که مثلا میتانه این میال بهترین وقتش است که چی که خدا روان کنه. کسایی که در اروپا امریکا هست اینا چی کنن؟ اینا از طریق سرای شاهزاده بهترینش از حواله به کابل روان کنن. این مردم هایی که در سرای شاهزاده هم هستن بسیار خوب مردم هستن، خانه شان آباد هیچ تار الحمدلله چی میگن پیسای ما شما رو نخوردن، بسیار با احترام با عزت همو حواله میره و هیچ جنجال ما ندیدیم. و همچنین کسایی که در استرالیا، کانادا، اروپا است از طریق حواله سرای شاهزاده. کسایی که در امریکا است اینا دیگه باز از طریق وسترن یونین و منیگرام یا بسیار خوب است. مثل که امروز یکی از خواهرای بسیار گرامی بسیار پیش من محترم است، محترمه عابده جان یسیر و دخترکشان مریم جان بر ما زنگ زدن گفتن که بخیر ما قربانی خدا میکنیم، چند روان کنیم، قربانی چند است. همین برشان گفتم، گفت که این همیال همین انشالله براتون میکنیم. حتی همی استودیو که نرسیده بودم وقت و استنینیان که دواله خدا روان کرد. چقدر کار نیک است. خداوند برش اجر بده. خداوند شوهرشان محترم مرحوم عبدالرحیم یسیره که بسیار یک استاد گرامی بود، چقدر مهربان بود. خداوند ببخشه جنات نعیم نصیبش کنه. چقدر خانم مهربان، اولادای مهربان. ببینید که با مفکر چی خود هستن مسائل دینی خود. و همچنان خاله بسیار گرامی بی بی آجی کریمه جان بیگ زنگ زد گفت که اینه بخیر
همه چیزا حواله ما از فامیل ما همش تیار است. یا محترم حاجی صاحب بهلول ابراهیمی که چقدر مهربان است و گفت اینه بخیر ما کل چیزا رو روان میکنم. این میاله بهترین وقتش است. بهترین وقتش است که یک دو سه هفته داریم، 4 هفته که کل چیزا را باز بخیر به ترتیبش هر چقدر که ما شما وقت اقدام کنیم اونما قدر چی میگن گاو گوسپند خوب به دست ما میایه. باز هر چقدر که ناوقت اقدام کنیم یک چیز بسیار لاغر و به گوشت و به سخن در دست میایه. به خاطر از که روز آخر است. کسایی هم که در اونجا هست میگه برو بیادر دیگه امروز روزی دست هر چی که آوردیم میخرن. مگم اگر وقت بخر آدم بسیار بدل خود آدم میخره، منتها یک ذره قیمت تر تمام میشه. قیمتیش به خاطر ازی که ما یک جای کلان میگیریم، قرارداد داریم که یک نفر باز رو بر ما نگاه میکنه، کامیته اومیته. باز روزی که یک هفته پیشتر کل چیزا خریداری شد باز رو بر ما با ما اندازه کس آورده میره در موترا. بسیار کار نیک است و فعلا هم همون پروسیجرایی که براتون گفتم تنها ما قیمت رو که مثلا میگیم با یک گاو 7 نفر میتونه شریک شود. ما با یک گاو گفتیم که فی نفر $150 باشه. مانای $150 نیست که ما کل از این برای گاو میتیم بخریدش. نه، این بسیار مصرف دیگه داره. این ترانسپورتیشنش هست، این قصابا هست، نگاه کردن از یک دو هفته یک هفته هست، کل چیزای زیری که بسنجین چی میگه همون پیسه شما سر چا و گل چا میشه. برای ما چیزی نمیمونه. یگانه چیزی رو که من بسیار خوش دارم که او یک امانت است، اینمی قربانی است که مجبور مکلف هستی که قربانی یک آدم کنی، هیچ چاره نداری. غیر از او در روز آخرت بیادر محکمت میگیره میگه بیادر گل همین قربانی مرا کده بودی؟ نه، بیا جواب بده. یا مثلا یکی از خالی بسیار گرامی است به نام بی حاجی علی مجان زرشو، این از لندن. یک گل آدم است، پیسه خود روان میکنه، حواله میکنه در سرای شاهزاده یا دمو کابل، در اونجا حواله میکنه. مثلا خب او حواله کرد، اینا معطل پروگرام ها میباشه، میبینه پروگرام ها را. قربانیش اگه نکردی نامش نخوندی همو یک ساعت بعد برات زنگ میزنه میگه بچه قربانی ما چی شد؟ حق شام است، باید بگوی خانه. یعنی معنای گپ میست که پروسیجر قربانی بسیار یک امانت مهم است، بسیار اما که امانت مهم است باز اما فضیلت زیاد هم داره، بسیار ثواب داره. مثلا یک گوشت را که ما توزیع میکنیم با امی کسایی که اونجا هستن، این گوشتی را که ما توزیع میکنیم این تقریبا از 2 کیلو کم نمی باشه. ما گوشت کم نمیتیم. گفته خاله گرامیم بی حاجی تروپیکا جان امید پوپل یا سرای جان محمدی، اینا کسایی هستن که باز بی حاجی گلاله جان سرورزاد یا میگن، یا بی حاجی عزیز جان جانگیری، بی حاجی نجیب جان قیوم ایرات، یک تعداد هستن. بی حاجی کریم جان فضلی میگه بچه من میفهم که او گوشت را که تو میتی برای یک 2-3 روز میشه، خدا خیرت بده و تو یک کلوله گوشت نیست در دست یک کس بیتی. حتی گرنگ میباشه پلاستیک کم از زورش نمیرسه. خب به هر صورت امی گوشت را که ما میتیم 1 کیلو گوشت شما فکر کنیم 500 افغانی قیمتش است. ما از 2 کیلو خو کم نمیتیم. امی 1000 روپیه یک گوشت میشه. در افغانستان 1000 روپیه را گوشت خریدن آسان نیست، بازو با کسی که هیچ عاید هم نداشته باشه بیچاره. خب کسایی که یک معتبر است، عاید داره دیگه داره، بر از با شاید یک مواد 2 مواد شاید می کار کنه. اما این کسایی که بیچاره گکا عاید نداره و درآمدش یک 50 روپیه روز باشه و یک کمتر یا زیادتر، او نمیتونه این کار کنه. اما اینمی قدر پیش از او ارزش داره
شما باور کنین که در سابق که ما وقتی که میرفتم در عید قربان، یعنی اینا یک قدر خوش می شدن. بسیاریش برای من میگفت که عبدالقیم جان ما 6 ماه گوشت نخوردیم. بسیاریش یگانتش میگم 1 سالم نخوردیم، ما تل عید قربان هستیم. اینا ببینید شما چقدر یک ثواب میکنین. یکی ثواب چی میگن همو عبادت چی بدنی و روحانی تانه میکنین، این به یک حساب. در پالی از این که بازی چقدر شما از نگاه اقتصادی مردم بیچاره را تقویه میکنین، چقدر خوش میشن. من یکیش پرسان کردم، بسیارش میگم اولادای ما از میدان قصابی که تیر میشیم میبینن باز با پشتو و فارسی یگانتش با وزن گوش بر ما میتونی بگیری، باز میگم ما تیر خودم میاریم. ببینید شما اینی کار میکنین، الحمدلله. این کار بسیار کار آسان نیست. کار بسیار زیاد چی داره؟ کار بسیار ثواب است که خوب است که راجع به قربانی یک ذره توضیحات شد. هر کسی که میخواه باز هم قربانی میکنه از طریق ما. بهترین وقت شمیال است که کمک خود روان کنه که ما بخیر در لیست بگیره میشه. اتناشه که باز یگان تاین در مشاوید روان کنه او باز برای ما مشکل است. او برای ما بسیار زیاد آسان نیست. هر کسی که میکنه این میال بهترین وقتش است. کمک خود روان کنه که انشالله در لیست بگیری میشه. شما میتونین قربانی تانه از هر طریق کنین، اما هر قسم که دلتان میخواه. یک پول ارتباطیش ماستیم. از طریق ما میتونین بسیار کلان گفت الحمدلله. باز از ما یک پروسیجر مامیست که قربانیتان نشان میتیم، خریدارایتان نشان میتیم، دعا که دقتان میشه نشان میتیم. همه چیزها را ما چی میگن داخل فیلم است و داخل نشان دادن است. حالا خب یک اقدر دنیا پیش رفته که هیچ کس نگیره. یک نفر دیگه در پولیت تلفن آیفون روشن میکنم، من پروگرام تا میگیره طرف در فیسبوک در یوتیوب مندازه که تو هیچ خبر نداری. مجبور هستی که تو بسیار یک پروسیجر خوب پیش ببری. مثل حدیث که یک کسی مریض میشه باید پیش یک دکتر خوب بره. تو باید یک دکتر خوب باشی که او را تداوی کنی و کسایی هم که کار میکنه باید بسیار تجربه خوب داشته باشه که گوه صحیح خریداری شود و تجربه داشته باشه که مستحقین داده شود، که کسی بیچاره اذیت نشه، مشکلات نشه. چیزا بسیار زیاد رول داره. بسیاری کسا را ما دیدیم که قربانی میکنن، مثلا در یک موتر میاین، باز از دور بیچاره از ترس گوشت از کلکین موتر آواز میکنن، گازلک میکنن برش میتن. ما مینقه خود میگه ما قربانی کردیم دیگه خلاص. اما او قسم قربانی که ما میکنیم، ما الحمدلله یک ذره قربانی را سرش چی میکنیم؟ چی میگن؟ سرش زحمت میکشیم. تو چی میگه؟ میگن نابردران گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. همین زحمت را که ما میکشیم، همین کار را که ما میکنیم، الحمدلله کمکایی را که شما میکنین، این کلش داخل یک مفاد است، داخل یک ثواب است، داخل عزیز که برای مردم چی؟ برای یک مردم مستحق میرسه. خب به هر صورت ما انشالله میخوایم که خدا بخواه پروگرام های ما که همین پروگرام قربانی را انشالله برای شما نشان میتم که برای تشویق شما باز هم فراموشتان نشه که یک یادداشت کنین. روز پنجشنبه 5 ماه جون روز مبارک عرفه است. روز پنجشنبه 5 ماه جون روز عرفه است و شما میفهمین که حدیث حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم است، میگه کسی که روز عرفه را روزه میگیره
خداوند بر از او چقدر ثواب میده، چقدر گناهای چی میگن 1 سال شو بعد از او شو گذشته شو همین خداوند رو چی میکنه میبخش از امو برکت امو چی روز مبارک عرفه. این چقدر پیش خداوند این روزه گرفتن از این چقدر قدر داره. بعد از ماه مبارک رمضان 2 روز بسیار روزیش فضیلت داره. یکی امو 6 روز شوال است که اینش خوشا به حال اشخاص که کسی که گرفت و خاطر که این شوال هم رفت خلاص شد. این بعد از اوش این روز مبارک عرفه است که دیگه این بسیار زیاد چی کردن حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم بسیار تاکید کردن، بسیار ثوابش زیاد گفتن. کسی میتونه بخیر میره نشانی کنین. روز پنجشنبه 5 ماه جون انشالله روز مبارک عرفه است و روز جمعه انشالله 6 جون روز اول عید سعید قربان یعنی 10 ذوالحجه است. 10 ذوالحجه دیگه روز عید قربان است. این رو یک یادداشت کنین، بسیار خوب است. کسایی که خدا بخواه اون میتونن از طریق ما اگر قربانی کنن، بسیار کار خوب است. ما بسیار خوش داریم که در قربانی ما میخواهیم که گاو زیادتر قربانی شه و خریداری شه، به خاطر که هم به مردم یک ذره زیاد میرسه، هم تقسیماتش آسان است، هم برای کسایی که قربانی میکنه هم سهمیه‌شان هم از گوسفند که کم میرسه. مثلا ما 150 گفتیم سهمیه‌ش 1 نفر 7 نفر شریک میشن، اما یک گوسفند را که شما اگه یک گوسفند خوب میرین میخرین از 200 و 200 از یا کم نیست، براتون کم نمیته، قیمتی است بسیار زیاد. دمو چی میکنین $100 همون ثواب هم دمو میگیرین هم دمو میگیرین. یعنی این بسیار چی کنین، این بسیار زیاد متوجه باشین، کوشش کنین که اتفاق داشته باشین، یک جای شوین 7 نفر از هر فامیل بخیر همین کار کنین. خداوند یک بیننده مرا ببخشه که چقدر مهربان بود، به نام محترمه بیبی حاجی فریده جان زدران بود که بازو یک گاو قربانی میکرد، بچه ها هم گیر میکرد، دختر ها هم گیر میکرد، از کلشان همو پیسه میگرفت و باز هم یک گاو قربانی میکرد. حالا کوشش کنین. ما الحمدلله بیننده بسیار خوب دارم، هر کدام از اینا، هم از برادرای ما هم از خوارای ما پیش ما بسیار محترم هستن. مثلا محترم فواد جان ابراهیمی فامیلشان بسیار قربانی کلان میکنن، یا دکتر صاحب احمد شاه جان بارگزوی، یا برادر بسیار گرامی ابراهیم جان آریان، محترم بسیار محترم اسماعیل عظیم، محترم عبدالبصیر کریم. این کسایی هستند که اینا هم و جمله که خواهرها را نامایشان گرفتیم، اینا هم چی دارن، دست بسیار خیر دارن، دست بسیار خوب دارن دیگه. ما انشالله چی میگن در خدمت هستیم. گفته آقا صاحب سید جمال آقا دیگه او کمک از شما و دویدن از ما انشالله کارها را بخیر میکنیم. و همچنان از کسایی که ما یکی از فراموش ما نشه، یکی از فامیلای بسیار محترم ما در قرغه به نام بیبی مرحومه فخریه جان پوپل که از پدر مرا دختر کاکای اولاد از او است، از دختر کاکایش و دخترکش است، اونا وفات کردن. انا لله و انا الیه راجعون. همین هفته گذشت کوشکک قرغه اونجا دفن شدن. خداوند او را ببخشه، ارواحش خوشنود داشته باشه، خصوصا برای فامیلای گرامی که باقی مانده، خصوصا برادر محترم ما داود جان پوپل، خانمشان مریم، دکتر صاحب مریم جان و محمود جان خانمشان، نصیر جان خواهرشان و باقی فامیل های پوپل، مجددی، قرغه، هر کسی که ارتباط داره
خداوند برشان صبر بده و بی فخریه جان خداوند ببخشه. بسیار یک زن خوب بود، یک خانم، یک خواهر بسیار خوب بود، بسیار زیاد مهربان بود. هر سال که من افغانستان میرفتم چقدر عزت ما را در قلقه میکرد، چقدر مهربان بود، چقدر یک محبت داشت که اما تو خوش آدم میامد که چقدر با عزت و با حرمت است. اما رفت دیگه. اینه ببینین بسیار به یک مریضی که سرش یک عمله آمد، استروک گپا، درست 2-3 روز بعدش خداوند ببخشش وفات کرد. خو هست اینمی دنیا اینما تراست، میگه هر کی آمد به جهان در فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی خدا خواهد بود. هیچ کس نمیمونه، هم مگی میره. کل نفس ذائقه الموت، میگه هر نفس چشنده مرگ است. اما خوشا با اشخاصی که با نام نیک میره، با اعمال صالح میره، همه مردم دعایش میکنه، یک 2 رکعت نماز نفل برش میخوانن. ما در جنازهشم بسیار مردم آمده بود، برادرشم داود جان آقا از این بسیار زحمت کشیده بود. یعنی این خوشبختی عزیز، 40 نفر نماز جنازه تو بخوره خداوند در جنت میبرید. فکر کن که با صدها نفر و میایه و جنازه تو میخوانه و دعا میکنه و این برای ما یک پند است. و همچنان از کسایی که در فیسبوک برای ما تسلیت دادن، یک عالم تشکر، خداوند برتان اجر بده، شما بسیار قدردان هستین. همچنان از برادر بسیار محترم ما، محترم احمد اشرف عیرت هم تشکر که همیشه پروگرام های ما را شیر میکنن، روان میکنن. و از برادر بسیار گرامی ما خلیل جان خیرزاد، چقدر مهربان است، بسیار کامنت های خوب نشته میکنم. این مسائل میگه مسائل اسلامی را بسیار معلوماتی که میتی ما ازش بسیار میآموزیم. بسیار خوشخلق، باید خوشخلق آدم باید باشه. یا محترمه کاملا جان نجم هم اما تو بسیار احترام میکنه راجع به پروگرام ها. یا خواهر گرامی ما لیلا جان غوث، هر کدام از اینا را که ببینی، هر کدام از اینا یک چی میگن، یا بی حاجی عزیز جان جانگیری، بی حاجی نجیب جان قیم عیرت، هر کدام از اینا یک چی میگن، یک توفه است این کلتان. هر چقدر که یاد کنم انوزام چیست، انوزام کم است. شما بسیار قابل قدر هستین. چی میگن، شما هستین که ما هستیم، ما و شما هستیم که پروگرام است. اگر نباشیم بسیار سخت است، بسیار زیاد. خب به هر صورت خداوند متعال ما شما را حوصله بده و خداوند ما شما را قوت بده و چی میگن همون دل ما را باز بسازه که سخاوت ایگپا بسیار زیاد مهم است. که چرا همی صدقه و خیرات و قربانی و این چیزایی که ما شما میکنیم این کلش بسیار خداوند ای اجر میده. خداوند انسان از مرگای بسیار بد نگاه میکنه و در کار بارش خداوند برکت میپرده و به اولادش خداوند برای نیک میبره. قهر غضب خداوند خاموش میسازه. این چیزا بسیار رول داره. همه چیزا که با شما میکنیم، عبادت ها هر کدامش از خود یک کمال داره. خب به هر صورت حالا ما میخوایم که خدا بخواهد پروگرام که برای تشویق شما انشالله این پروگرام نشان میتم. باز انشالله بعداً باز پروگرام دوام میتیم. شما میتونین کمی آدرس ما را بگذارین. از محترم خانجان هم تشکر که پروگرام ما را پیش میبره. آدرس بامی است، کسایی که میخواه همراه با تماس باشه، اونم آدرس پستی ما هست، تلفنی ما هست، وبسایت ما هست، ایمیل ما هست، همه چیزا هست که انشالله همراه ما با تماس باشین. باز
خب بینندگان گرامی، با سلام مجدد. خدا کنه که پروگرام تا آخر دیده باشین. دلیلی که این قربانی ها رو برای شما نشان دادم به خاطر ازی بود که از سابقه بود که ببینین که به چه خوب مردم مستحق میرسه و چقدر دعا میشنوین و خداوند قربانی هایتان به دربار خود قبول کنه. انشالله که کوشش خدا میکنیم که خدا بخواه امسال هم از برکت عید قربان و کمکای شما بتانیم که 1000 فامیل کم یا بیشه قربانی برشان توزیع شود. بسیار انشالله کلان گپ میشه و خداوند برتان اجر عظیم بده. بازم فراموش نشه چون وقت ما کم است، یک یادآوری باز میکنم که روز پنجشنبه 5 ماه جون روز مبارک عرفه است و روز جمعه 6 جون روز اول عید قربان است. یعنی 10 ذوالحجه روز جمعه 6 جون است. کسایی که عازم حج هستند خداوند حجشان به دربار خود قبول کنه، به خیر برن به خیر بیاین. کار بسیار نیک است که الحمدلله یک 5 رکن مسلمانی یکیش همو حج خانه کعبه شریف است. هر کسی که میتانه حج بره بسیار کلان یک نعمت است. شما باور کنین که وقتی که آدم حج میره همون دفعه اوله که روی انسان، چشمای انسان به کعبه شریف مفته و کعبه شریف میبینه، او خاطره هیچ در زندگی فراموش انسان نمیشه و هیچ او قسم یک خوشی روحانی و یک صفا در زندگی خدا دیده نتانسته. و ای که باز میره به کعبه شریف و ای میره طواف میکنه و سنگ حجر الاسود بوسه میزنه و ایام عید مراسمش ادا میکنه. مقام ابراهیم علیه السلام است. آب زمزم میخوره. شما ببینید همین آب زمزم، همین خود آب زمزم خودش یک معجزه است. ببینید 1400 سال خودتنا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است که پیغمبر است و دین اسلام است. از او وقت بتره این حال پیش از او ببینین چند هزار سال دیگه تیر شده، اما امی چای زمزم به می حالتش خشک نشده و هر سالم بدون از این که کلگی میره امو کسایی که در کعبه شریف از دمو مقیم مکه مزم است و آخر او میخورن او زمزم هر روز. این کسایی که 3 میلیون نفر هر سال میره، یک روز شما نشنیدین که آب زمزم خوش شده باشه. اگر اینمی خودش یک معجزه است. هیچ یک چای نیست که چندین هزار سال خشک نشده باشه. چی میگه اگر در خانه کس است یک نقطه بس است. اینمی خود چای زمزم ثبوت وحدانیت خداونده، قدرت خداونده و ان الله علی کل شیء قدیر که میگن اینمی است. اینمی ثابت میکنه. و دیگه خود این کعبه شریف شما ببینین که چی یک مقام داره و چی یک لذت داره. انسان ها که میرن باز از اونجا شما میرین به عرفات سعی کنین که عرفات خداوند چقدر مقامش بلند برده و 3 میلیون نفر یا زیادتر یا کمتر دمونجا دستا را بلند میکنن و خداوند متعال دعای زیاد را قبول میکنه. مثل عزیز که یا اثر تولد شدن. خوشا بال اشخاصی که حج میره و بعد از اون میای خدا نگاه میکنه. هر کسی که حج میره و میای خدا نگاه میکنه یاد که بسیار کلان مردم هستن. چی میگن؟ اتومات در جنت هستن به خاطر که کل گناهشون بخشیده شده و به اصطلاح آرام هستن. و اگر خدا آدم نگاه کنه و حج بره، این بسیار کلان یک نعمت خداست و هر مسلمان خداوند ببره و این فرایض ادا کنه و کسایی که تواناییش دارن از این که دیگه
مملکت ها میرن و اروپا، مثلا آسیا، ترکیه، بسیار جای دیگه، ژاپن، هر طرف میرن. خدا توفیق بتشان که برن به حج ادا کنن. وام یک با گفته خودشان وام یک سیاحت از برن روم ببینن، کعبه شریف هم یک دفعه ببینن که اونجا چی گپ هست، اونجا چی سخن است. بسیاری کسا میره تایلند، میره ژاپن، میره یا ویتنام، بسیار جای عجیب غریب میرن، باز میان بسیار قصه ها میکنن. برن که یک دفعه کعبه شریف هم ببینن که در اونجا چی گپ است. بعد از او باز برن به زیارت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به روضه مبارکشان مدینه منوره که باز اونجا یک کیفیت دیگه است که شما میرین، چقدر یک آرامش میبینین و چقدر ثواب داره. و یک خواندن نماز در مکه معظمه، در کعبه شریف، در مسجد کعبه شریف که است، مسجد الحرام، 100,000 ثواب داره. در خود مدینه ما که شما میخوانین 1000 درجه ثواب داره. باز در مسجد اقصا که میخوانین 500 درجه و چی داره؟ ثواب داره. یعنی معنای عزیز که ما و شما کوشش کنیم که خدا بخواه همین ثوابا را بتانیم بگیریم. کلان گپ است. دیگه چیز دیگه که بسیار زیاد مهم است ایست که انسان اونجا که میره میبینه که یک حالت است که تمام مردم با یک لباس و یک امو سان سفید همگی به حضور خداوند استاد است. همگی این یک مقام است که شاه و گدا و هر کسی که باشی در یک مقام استی و با یک عبادت استی و با یک سجده استی و با یک آرزو و دعا استی. هیچ معلوم نیست که تو رتبه چی هست. مثل عین روز آخرت وارد که اینم زنده انسان میشه و دیگه پشت دو نمیگرده که رئیس جمهور است بیای و اول بیای وزیرا دوم بیای، او کپان نیست. هر کس به حساب خود، به حساب اعمال صالح خود خداوند رو چی میکنه؟ مقام میته و نظر به تقوایش است. اینجاست که عدالت خداوندی دمی ایام عید معلوم میشه که همه یک قسم با دربار خداوند استاد است. هیچ هر صفحه که هر کس برابر شد همونجا و نزدیکترینم به خداوند کس است که خودش میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه بهترین شما نزد ما با تقواترین شما هست. خلاص دیگه چیزی اونجا کس دیگه واسطه و وسیله هیچ اونجا نمیچله. خب به هر صورت خداوند ما شما را توفیق بده که بتانیم یا ایام حج ادا کنیم، کسایی که سرشان رواست و دوم کسایی که رفتن نمیتونن، کسایی که توانایی دارن یا وضع اقتصادشان خوب است، اونا قربانی خدا کنن. قربانی هم بهترین یک عبادت است که پیشتر تشریح کردیم. گفتیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین عمل در روز عید قربان از قربانی که در پیش خداوند دیگه هیچ چیزو نزدیک نیست. هر کسی که میتونه قربانی کنه واجب است. بسیار کلان گپ است دیگه. یعنی چیزی را که ما معلومات پیدا میکنیم از قرآن عظیم شان، از احادیث مبارک میخوانیم، میاییم براتون میگیم، این کلان ما هم داخل ثواب میشیم، شما هم داخل ثواب میشین. بازو رو هم که انجام میافت دبل ما شما داخل چی میشیم؟ داخل ثواب میشیم. و قربانی ها باز هم چون وقت کم است، هر کسی که از طریق ما میخواه قربانی کنه خدا بخواه که امی قربانی هایتانه از امی هفته نو که میای بخیر شروع کنین. بسیار کار خوب است و ما پیشتر هم تشریح کردم براتون که پروسیجر قربانی یک ذره زیاد است. هر کسی که میخواه قربانی کنه همراه ما به تماس شوه. اروپا، کانادا، استرالیا از طریق سرای شاهزاده حواله بده. کسایی که در امریکا از طریق وسترن یونین و منیگرام.
خب کسایی که مشکل دارن نمیتونن، باز میتونن که چک روان کنن، منی آردر روان کنن، بازو رو انشالله ما قبلش میخوریم که روان کنیم، منتها آسان کنین بر ما چیز فایده زیادتر است. خب به هر صورت بازم در آخر از همه شما تشکر میکنم، خداوند براتون اجر عظیم بده از این که به فیسبوک به خاطر وفات دختر کاکای دخترشون از پدرم همتان تسلیت دادین، خداوند براتون اجر بده. باز هم خداوند ارواح مرحومه فخریه جان پوپلبو بخش جنات نعیم نصیبشان کنه. دیگه این میراث کل ما شما میریم، خوب است که با غم یکی دیگه شریک باشیم، با خوشی یکی دیگه شریک باشیم. همین بسیار زیاد کلان یک چیز، یک کمک است. در آخر بازم دعا میکنیم که خداوند متعال تمام صدقات و خیرات و قربانی و هر چیزی را که میکنین خداوند به دربار خود قبول کنه و مریضای ما شما را خداوند، خصوصا مریضای بیننده پروگرام دری چینو را خداوند شفای کامل بده، صحت کامل بده. خداوند گذشته های همه ایشان خداوند ببخشه، جنات نعیم نصیبشان کنه. اولادهای ما شما را، خود ما شما را خداوند از بلای آسمانی و زمینی خدای نگاه کنه و افغانستان وطن عزیز ما را از این مشکلاتی که اقتصادی که از خداوند یک رحم روشنی کنه، یک زمینه کار و کمک فراهم کنه و هر مملکتی که مشکل داره خداوند مشکلش آباد بسازه، آسان بسازه و برادرایی که در فلسطین و غزه و همه جا هستن خداوند را از دربار خود کمکشان کنه، شهدایشان ارواحشان خوشنود داشته باشه و باقی مانده بازماندگانشان خداوند صبر بده، مریضایشان خداوند صحت کامل بده و هر کسی که از راه دور و نزدیک کمک میکنه خدا برای بیچاره، مسکین، مظلوم، یتیم، بیوه و معیوب خداوند اجرش برشان بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ولا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراءة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در